خونسار کنید. من نمیخوام بمیرم. ای کاش که جای آرمیدن چو ایران نباشد تن من مباد. الگان و یه بچه کم داریم، یه بچه برام بیار. من از زحماتت ممنونم، از پیشنهادت ممنونم. میدونم که خودت رو به آب و آتیش زدی که اینجور چیزا رو برای ما فراهم کنی، ولی ما نمیتونیم همین جوری ول کنیم بریم. ما نمیتونیم فک و فامیلمون رو پشت سر بذاریم، نمیتونیم مردممون رو فراموش کنیم، نمیتونیم همینجوری مملکتمون رو ول کنیم بریم که چی؟ آقا بعد از چندین هزار سال جنگ ها و تجاوز ها، یونانی ها و اعراب و حالا ما به خواست خدا هنوز اینجا هستیم و اینجا میمونیم. چرا؟ چون ما آدمایی هستیم که مقاومت میکنیم، ما آدمای مقتدری هستیم، ما ایرانی هستیم. چو ایران نباشد تن من مباد. من پامو از در میذارم بیرون، امنیت ندارم. تو هم تو این 4 دیواره امنیت نداری. این فقط 4 دیوار یه سقفه، نمیتونه فکر و ذکر و روح و جسم تو رو محافظت کنه. نه تو تهران، نه تو شمال، نه تو جنوب، نه تو ترکیه، نه تو فرانسه، نه حتی توی آمریکا. پس امنیت کجاست؟ دیگه امنیتی وجود نداره. دوست دارم.